یه صورتبندی نانسی فریزر داره از اقتضاعات عدالت، میگه که شما در مرحله اول باید تکثر رو به رسمیت بشناسید، بیشتر در حوزه اجتماعی. در حوزه سیاسی باید نمایندگی بدید به این تکثر و در حوزه اقتصادی هم باز توضیح بکنید. لازمه تحقق هر ستاش گفتگو هست. و من فکر میکنم امام موسی 50 سال قبل از جمله در همین تجربه در واقع داشته هر ستای اینا رو تمهید میکرده. علاوه بر توجه به این سه اقتضای عدالت که تو انگلیسی همش با آر شروع میشه، recognition، representation و redistribution، علاوه بر این یه ویژگی ممتاز امام موسی صدر که به نظرم از زمانه خودش خیلی جلوتر بوده این بوده که میخواسته همبستگی‌های پلساز بسازه. من این تعبیر رو به خاطر این به کار میبرم که به نظرم بخش زیادی از همبستگی‌های قبلی همبستگی‌های دیوارساز بودن. هنوزم اشکالی ازش غالبه به تعبیری هنوز بین انواع همبستگی دینی و ملی و غیره. در عین اینکه بین شیعیان همبستگی میساخته، همزمان پل میساخته با اهل سنت. در عین اینکه همبستگی‌های درون اسلامی میساخته، همزمان با ادیان دیگه پل میساخته. و من شخصا فکر میکنم امام موسی حتی اگر بوداییان یه اقلیت بزرگ بودن یا اکثریت بودن در لبنان که بعد باهاشون همزیستی میکردن، باز میرفت در معبدشون شرکت میکرد. یعنی فقط به خاطر اینکه این یک دین ابراهیمی مورد تایید منابع درون دینی ما بوده نرفته. به تعبیر دیگه امام موسی یه مبنای فرادینی اخلاقی پیشادینی برای این داشته، ولی در این حال مؤید درون دینی هم داشته برای ساختن این همبستگی‌های پلساز. تو همین سخنرانی اگه دقت بکنید علاوه بر این که فرزندان این ادیان خطاب قرار میده، مستضعفان و همه آفریدگان رو هم خطاب قرار میده. حتی به یه معنا میشه گفت به معنای موسع کلمه تمام موجودات میتونن مشمول قرار گرفتن در این دایره بزرگ همبستگی قرار بگیرن اگر هم مسئله باشن. در جامعه مثل لبنان و تقریبا همه جوامع امروز که حدی از تکثر درش وجود داره، اگر شما خودتون رو با بقیه که در همبستگی‌های دیگری هستن هم سرنوشت نبینید و به یه معنا هم مسئله نباشید باشون، نمیتونید برید به سمت این که انواع خشونت رو بکاهید و خیر همگانیتون رو تمهید کنید. تصورهای مختلفی از خیر دارن این گروه ها، ولی برای اینکه بتونن در کنار هم بدون خشونت مسالمت آمیز و به شکل هم‌افزا زندگی بکنن و روابطشون همفرسا نباشه، این همبستگی پلساز به تعبیری ضروری میشه. هنوزم کمیابه کسانی که هم همبستگی میسازن هم پلش رو میسازن. معمولا یا همبستگی نمیسازن، صرفا میرن روی حقوق فردی و ضد انواع همبستگی دینی و ملی و غیره میشن، یا بلد نیستن پل بسازن و از حدی بیشتر که اون همبستگی ها قوی میشه میتونه تمهید کننده انواعی از خشونت و منازعه بشه. چیزی که اخیراً به نام وفاق در فضای عمومی سیاسی ایران بیشتر بهش اشاره میشم به نظرم همینه که ما بپذیریم هم مسئله ایم و باید برای حل این مسائل رابطه هم‌افزا داشته باشیم. تکثر رو به رسمیت بشناسیم، دیگری رو ببینیم، بشنویم، باهاش گفتگو بکنیم به تعبیری و برای حل مسئله اون رو هم بخشی از راه حل ببینیم، نه کسی که برای رسیدن به راه حل باید شکست بخوره یا حذف بشه. من فکر می‌کنم امام موسی صدر نه فقط در این حضورش در کلیسا و نه فقط در رفتارهای روزمره‌ای که داشت، از جمله مثلا در قبال همین پیروان ادیان دیگه که مثلا ازشون بستنی می‌خرید یا همراهانش رو بسیج می‌کرد که کلیسای سوخته شده رو دوباره بنا کنن، به نظرم در جزئیات انتخاب‌هاش مدام این میل و تلاش رو آدم میتونه ببینه که هم همبستگی میساخته هم در این حال پل میساخته و
مهمترین ابزار برای این کار گفتگوه. پیش نیاز گفتگو هم اینه که شما دیگری رو به رسمیت بشناسید دیگه. به جای اینکه بخواید در خود هضمش کنید، جذبش کنید، به تعبیری انکارش کنید یا مغلوبش کنید، به رسمیت میشناسیدش، بخشی از راه حل میبینیدش و میرید سراغ ساختن انواع رابطه هم‌افزا. لازمش اینه که دیگری رو بشناسید و گفتگو هم یکی از ابزارهایی که به این هدف هم کمک میکنه. به نظرم واقعا شگفت انگیزه که امام موسی صدر قبل از دوره‌ای که ادبیات خادم این نوع همبستگی پلساز فراگیر بشه، انواع روابط هم‌افزا، انواع کانسوسیشنالیزم که یه نمونهش خود لبنانه، اینکه شما دیگری رو به رسمیت بشناسید، تکثر رو بپذیرید و در این حال دنبال انواع رابطه حل مسئله‌ای بینشون باشید و خادم خیر همگانی در خیلی از جزئیات انتخاب‌ها و تعیین مسیرش به هر دو توجه داشته. کسی که معتقده که هیچ شکلی از خشونت قابل دفاع نیست در واقع پاسیفیسته، یعنی یه نوع صلحگرای تامه. خب این قابل دفاع نیست. انواعی از خشونت اخلاقاً موجه و بعضاً حتی واجبن، ولی تا جایی ممکن باید ازش پرهیخت و زمینه‌هایی رو ساخت که پیشگیری میکنه از انواع خشونت. خشونت وقتی شروع میشه که گفتگو تمام میشه. شما مثلا در دفاع از خودتون برای اینکه کسی دیگه جانتون رو نگیره، خب همه معتقدن که حق دارید خشونت بورزید. به نظرم شاهکار امام موسی صدر این بوده که ضمن اینکه اشکالی از خشونت روا و اخلاقی رو تایید میکرده در برابر متجاوز، در برابر استعمار شهرک نشین، در برابر کسی که آزادی‌های اساسی تو رو به رسمیت نمیشناسه، سرزمین تو رو میخواد اشغال کنه، علیه تو خشونت ناروا میورزه، در عین حال به نحو خیلی ریشه‌ای زمینه‌های پیشگیری از خشونت رو میساخته، از جمله همین انواع همبستگی‌های پلساز که یکی از اقتضاعاتش گفتگوه و شناختن مسئله و هم‌افزایی برای حل مسئله با همون گروه هایی که شما باشون گفتگو میکنید. یعنی نشان دادن این که همه ما با هم میتونیم کشف و حل کنیم مسئله رو که مهمترین ابزارش گفتگوه. به تعبیر دیگه این دوتا مانعت الجمع نیست که آدم هم تمهید کنه گفتگو و همبستگی های پلساز و حل مسئله و خیر همگانی رو ضمن پذیرش تکثر، هم در قبال کسی که علیه تو خشونت ناروا میکنه یا از خط قرمزهایی رد میشه که دیگه با صرف گفتگو نمیشه باش مواجه شد، در کوتاه مدت انواعی از مقاومت رو هم به رسمیت بشناسه. شخصا فکر میکنم توجه امام موسی صدر به کرامت انسانی که هم ریشه های درون دینی داره، برآمده از آموزهای اسلامیه، و هم دلایل فرادینی پیشادینی براش داشته، کفایت میکنه برای اینکه این انواع همبستگی پلساز حل مسئله خادم خیر همگانی زندگی مسالمت‌آمیز که ایشون داشته، حتی انواعی از به یه معنی کامیونیتی ایمپاورمنت، قدرت بخشی به اجتماع‌ها که داشته، در این حال سازگار بوده با همبستگیشون با دیگر بخش‌های اون جامعه و همزیستی مسالمت‌آمیزشون، اینها فراتر از ادیان ابراهیمی. در جامعه لبنان خب ما جمعیت بزرگ غیر ادیان ابراهیمی نداشتیم، ولی من حدس میزنم که با این نگاه امام موسی صدر اگه امروز بودن، اگر در جامعه‌ای بودن که این تکثر وجود داشت، با اون بخش جامعه هم پل میزدن، با زبان خودشون باش صحبت میکردن. و چون امام موسی صدر اصولا نوعی اخلاق پیشادینی فرادینی رو قائله و اسلامش هم خادم اخلاق و معنویته، نمیتونست به حقوق محیط زیست توجه نکنه، یعنی نه فقط حتی حیوانات. و چون به حل مسئله، به خیر همگانی توجه داره، به نظرم باز مصادیق جدید میافت و اگر امروز بود به نظر من احتمالاً فعال محیط زیست هم میشد، علاوه بر این که فعال حقوق اشغال شدگان
یا انواع جنبش‌های رهایی بخش بود. من از نوجوانی، نمیدونم دقیقا از چه سنی، شیفته امام موسی صدر بودم و به تدریج متوجه شدم چرا. من به تدریج تحت تاثیر مجموعی از تجربه ها و مطالعات به این نزدیک شدم که دین باید خادم 3 چیز باشه: اخلاق، معنویت و همبستگی‌های پلساز. این سومیشو خیلی از نواندیشان دینی ما کمتر توجه دارن. به نظرم تنها رهبر دینی تو سنت ما که توجه توامان به هر سه داشته و اینکه دین رو خادم هر سه کنه امام موسی بوده. از وقتی خاطرمه امام موسی عکسش جزو شخصیت‌هاییه که برام خیلی الهام بخش و الگو بوده. نه اینکه حالا من بتونم پیرو راه ایشون باشم، ولی همیشه از دیدن عکسشونم الهام می‌گرفتم. ولی به ویژه وقتی در دوره دانشجویی در لندن و آکسفورد و بوستون بودم و ارتباط زیادی داشتم با پیروان سایر ادیان، در مناسک دینیشون شرکت می‌کردم، یه خورده ارزش کار امام موسی صدر بیشتر در نظرم برجسته شد و حتی بعضی موقع احساس می‌کردم که دارم تجربه امام موسی صدر رو توی لول خیلی خردتر خودم میکنم و ظرفیت‌های انواع پل زدن، ظرفیت‌های انواع گفتگو بین گروه‌هایی که معمولاً با هم حرف نمیزنن و خودشونو هم مسئله نمیدونن، کلمه سوایی بین خودشون قائل نیستن، خیلی فراتر از چیزی که فکر میکردم شد. در تجربه سیاسی من دیدم که شما وقتی دیگری رو به رسمیت میشناسی، گفتگو میکنی، باش پل میزنی، اساساً امکانهایی برای همکاری، ائتلاف، همافزایی ایجاد میشه که قبلش تصور نمیکردی وجود داره. و به نظرم در شرایط امروز ایران هم که تکثر بیشتر شده، نه فقط در جامعه، حتی در بین نیروهای سیاسی و در حاکمیت، این خلاصه اکسیریه که خیلی بیش از قبل بهش نیاز داریم. امام موسی صدر به معنای دقیق کلمه اصلاحگر بوده و تغییرات تدریجی رو تمهید می‌کرده، ائتلاف‌های وسیع براش می‌ساخته، چشم‌انداز بلند مدت داشته، صبوری داشته و به نظرم همون چیزی که من ابتدای نوجوانی بهش نقد داشتم اتفاقاً یکی از نقاط قوتش بود. ولی تجربه‌های به تعبیری افراطی در این زمینه برای خودم جالب‌تر بوده. من مثلا مدتی با تعدادی از فرمانده‌های داعش همسلول بودم که واقعا اینا خودشون میگفتن که ما میخوایم شما رو بکشیم و گاهی هم پیش میومد که با کسان دیگه که همسلول بودن تهدید به کشتنشون میکردن. اینا همونایی بودن که دور اون قفس خبرنگار نارنجی پوش، اگه اشتباه نکنم لبنانی بودن که آتیشش زدن. هم اندی ما فکر میکنیم اینا دیگه در دورترین وضعیت نسبت به اخلاق انسانی هن. ولی حتی وقتی با اونها پل میزدی، حرف میزدی، به جایی میرسید که هم خیلی بهتر درکشون میکردی، هم میدیدی تغییر متقابل رو. مثلا ما وقتی هم سلول شدیم، بعضی از فرماندهان، چون تو چند سلول متفاوت بود، ابتدا انقدر خشک بودن که اجازه نمیدادن ما بازی کنیم، حتی خیلی نمیخندیدن، نمیذاشتن ما با هم بازی بکنیم. یا اگه کسی تلویزیون روشن میکرد مدام داشتن درخواست میکردن که سانسور بشه تصویر زن یا مثلا موسیقی. کار به جایی رسید که من وقتی از اون سلول اومدم بیرون، مدام داشتیم با هم بازی میکردیم، میخوندن، آواز میخوندن، میرقصیدن، همون آدمایی که یه موقعی آدم میکشتن. و به نظرم هیچ مرزی نداره. امکان پل زدن با بعضیا سخت‌تره، ولی قدرت گفتگوی خیرخواهانه معطوف به فهم دیگری و معطوف به این که در حوزه‌ای که هم مسئله‌اید با هم همزیستی بکنید و همافزایی، هیچ مرزی نداره با هیچ کس. با بعضیا احتمالاً دشوارتره. من حداقل در ایران
با هیچ نیروی اجتماعی و سیاسی نبوده که مواجه بشم از دریچه گفتگو و احساس نکنم که اثر داشت. هم دیگری رو بهتر فهمیدم، اون رو بهتر فهمیدم و کمتر برام دیگری شد و مسائل مشترک برام که او هم بخشی از راه حل روشن‌تر شد و هم تغییر کردم و او هم تغییر کرد. هر موقع این ارتباط نزدیکتر شد، حتی در گفتگو با بازجو من احساس میکردم که این اتفاق میفته. من بارها بازجوم عوض میشد و من وقتی اعتراض میکردم که چرا عوض میکنید، این همه سوال کردن دوباره یکی دیگر میاری، میگفتن تقصیر خودت، بازجو میسوزونی. گفتم یعنی چی؟ گفتن یه کاری میکنی اینا دیگه خیلی همدل میشن و دیگه نمیتونن نقش بازجو رو ایفا کنن. یعنی ارتباط از یه حالت حالا به تعبیری شبه خصمانه تبدیل میشد به رابطه شبه دوستانه، نزدیک به دوستانه و خب این هم در من هم در او یه تغییراتی ایجاد میکرد که مانع هدف اولیه بود.